السلام علیکم دوستان رفیقان دوالا، صبحشون بخیر باشد هر سرزمین که هستین. امروز در استرالیا که بعد از دی به اصطلاح انگریزا دیگر فصل بهار هم شروع شده. این زمینار که یک ماه پیش آماده دادیم. امروز که خیلی خوب گرمی بود. ترکاری پیاز نه مفهوم گنده نه یعنی می چیزا که کشت کردیم. این گلار هم که شاخهایش ریزک دادم. این الان تازه کم کلان شده. دیگه درخت انار است، بخواهش کم کم گل مول کشت کردیم. درخت املوگه دیگه هم کست انگوره. اینجا هم کست این زمینار آماده دادم. یک ماه پیش البته زمینار کنده دادم. با مالافای خورد و ریز شده یک ماه منت بیل زدم. کم کم دو برش ده کندم. این آماده زیشته که ما گندنه و ترکاری رنج کشت کرده. این اینجا درخت شبتالو هم کسی اینه بخیر کم کم گل کده. اینجا هم کسی خیلی ترکاری بادرین نه مفهمم با اینجا این چیزا کسی کشت کردیم. امیدوارم که دوستان امروز خوب و خوش را همیت خوب لذت ببره دیگه. میتر هوا است امروز در ملبورن که واقعا هوای دوست داشتنی. فیسبوک کسی درآمد داره. فیسبوک خوب صحیح درآمد داره. 2008 2007 که ما شروع دادم از ما کسی تمامی نام از خودم بود، عکس از خودم، هر ویدیو که میشتم از خودم. بالاخره یک مقدار پول و پیسه که در وطن سوسو آدم باشد هم خرج خانه آدم کسی از این کسی در دست میاد. شرط از این که ویدیو عکس پیتایی که تو میلی باید همه چیز مربوط از خود تو باشد. یک سری تازه که استارت مونی گفته مردم شروع مونی یک سری مقررات داره دیگه. اون امور که آدم رعایت کنه، کپی رایت مگه سخم از سزا نکنه. یک دفعه سر درآمد اما خیلی خوبه دیگه. اگر در وطن در پاکستان یا مثلا در ایران اینجا باشه خرج یک خانه در میاد. مو مردم که خیلی دیر از این چیزا خبر بشه. وقتی که روی در تمامی شد در کار موضوع باید بیله خبر بشه. نه خیلی گاه بود مثلا 2007 2008 اونو قیتا خیلی آسو که فیسبوک سر درآمد میمد. رقم یوتیوب لیال مردم اون فقط یوتیوب را خبر ده. فیسبوک هم خیلی گاه بود. زنده و سلامت باشه. فقط شرط میگه که از خودتان باشد. قربان شما. هپی فادرز دی. سلامت باشین. پس پشت که میم اینجا واقعا لذت مبروم دیگه. کسایی که در وطن که سر زمنا بوده اون مخوی خواش هست دیگه. بالاخره یک مقدار زمین ممین که باشد خیلی تبدم خوشه. قربان شما. هپی فادرز دی. سلامت باشین. خداحافظ.